آریان فردا قرار بهترین روز مدرسه باشه، شک نکن. خانم معلم بالاخره میخواد به اون بگه بچه ها چجوری به دنیا میاد. بابا هر کرا رسیدی تزی به ما داد، همشون هم دروغ میگن. بابا اون لکر اون چی دروغ بودا. یادته رو من بهت گفتم که چرا پس من توی آسمون نمیرم، تو گفتی از شبا میاد. من یه شب تا صبح بیدار موندم، چش دوخته بودم به آسمون، یه دونه لک ندیدم. چجوری این هم بچه بدونیم چجوری ما یکی تو آسمون نمیبینیم؟ دروغه بابا، گوله حرفا رو نخور. میمونه اون یکی چی بود؟ دعا. آره دعا، همینی که بابای من گفته بود. این بابای من بعید دروغ بگه، با آدم دروغگویی نیست. نه احتمالا همینه که میشینن دعا میکنن مادر حامله میشه و اینجوری داستان دیگه. آره احتمالا همینه. فقط من نمیدونم چرا خواهر برادر نمیارم، اینا هر شب دارن دعا میکنن. نمیدونم چرا. منو ساعت 10 میفرستن تو رخت خواب، میگن تو نباید ببینی دعا کردن و اینا، بچه بدونه نمیاد. ولی نمیاد خواهر برادر واسم. احتمالا خدا نمیخواد. آره چون بابای من که اهل دروغ نیست. همینه. آره همینه. آره. بها خوشگله بابا، از مدرسه اومدی بالاخره. چی شده؟ چیزی شده بابا جون؟ معلممون گفت بچه ها چجوری به دنیا میان. دعا این شکلیه؟ با مادر من میگم یه چیز سر جاش نیست اینجا، یه جای کار میلنگه. من یه بار نصف شب از خواب پا شده بودم، اومدم گوشم گذاشتم در اتاقتون، دیدم دعا نمی‌کردین. صدا دست میزدین جلو، اینجوری دست میزدین جلو. همه این کارو میکنن. خفه شو دیگه، صدا تو رستم. یه سوال ازت میپرسم جواب بده دیگه. تو هم دارم نمیخوام نگات کنم. خواهر برادر من کو؟ ها مگه هر شب شما خود ماشاءالله بزنم به تخته هر شب دعا بودین؟ هر شب مسافرت میرفتیم شما دعا میکردین، خونه بودیم دعا میکردین، همه مسافر بچه کو خواهر برادر من کو؟ یادته یه بار تو اتاق من و مادرت بادکنک پیدا کردی؟ یادته؟ یادمه، بگو فقط سریعتر جوابو بده. اون بادکنک نبود. چی بود پس؟